بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر خوبی به شما عاید شود آنها را اندوهگین می سازد، ولی اگر به شما بدی برسد به آن خوش می شوند. و اگر شما ثابت قدم و پرهیزگار باشید دسیسه ایشان برای شما هیچ ضرری عاید کردن نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه ایشان می کنند احاطه دارد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بیادار وقتی را که از خانواده خود صبح وقت بیرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهایشان برای جنگ جابجا کنی و خداوند شنوا و داناست. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بیادار وقتی را که دو دسته از شما به سبب بزدلی خواستند سستی کنند و از جهاد بازگردند، در حالی که خداوند کارسازشان بود و مؤمنان باید همیشه بر خداوند توکل ورزند. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حقا که خداوند در بدر شما را مدد کرد در حالی که شما در چشم دشمن خوار بودی. بنابراین از خدا بترسید تا باشد که سپاسگزار شد. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بیادار وقتی را که به مسلمانان می گفتی آیا برای شما کفایت نمی کند که خداوند شما را به 3000 فرشته‌ای که خاص برای همکاری شما فرستاده شده مدد کند؟